گفت که من کسی که موسیقی خواند دو آمد دو قسم کرد، یا کسی که خواندن میکرد این قسم بود و کسی دیگه که مثلا دشنام میداد. گفت یک بچه جوانه گفت موتر زده بود، موتورسیکلش تکر کرده بود که کدام موتر، گفت همی وضعیتش خراب بود، آخری لحظهش بود. میگه ریشش کم رسیده بود، بسیار یک چند تا ریش نو آمده بود. میگه من رفتم در این بالا سرش گفتم بچیم این گپ از دکتر است. میگه برش گفتم که بچه جان بگو لا اله الا الله که آخری وقتت است دیگه. میگه بچه میگم در این وادی نزدیک سکراتش است. میگه روی خودش رو من دور داد. میگه برای من گفت که دکتر صاحب کلمه را غلط نخوان، بگو که لا اله الا الله، کلمه تو صحیح بخوان. یعنی لا خوب مد کو، چرا؟ نیست هیچ کسی مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله. میگه امیره که گفت، میگه چشمایش بود شد. این حال خوشا به حال کسی که میگه خوشا به حال از این جوان مؤمنی که در وادی جان کندن خود برای من کلمه صحیح یاد داد. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که الله را بشناسیم و الله را با عظمتش بشناسیم، الله را با عظمتش عبادت بکنیم و مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.